اینم بهاره، اینم پرتقال تازه محلی. با برنامه رو بارچه سهل ماسته این دوغه اگر جوارده بید مای سفیده سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم گردشی داشته باشیم در بازار محلی رامسر. امروز سه‌شنبه 30 فروردین ماه و ساعت حدود 10:30 صبح. بازار هفتگی در رامسر در روزهای شنبه و سه‌شنبه در نزدیکی مرکز شهر برگزار میشه. تمامی بخش این بازار رو زنان و مردان روستایی با محصولات محلی و تازه تشکیل میدن. مغازه‌های سوغاتی مثل زیتون و ترشیجات و چای و برنج هم که به صورت دائمی در همین محل حضور دارند. چون بازار کوچیکه توضیحات رو کوتاه میکنیم. فقط این موضوع رو بگیم که در این ولاگ به بازار ماهی فروشان رامسر هم سری خواهیم زد. راستی پلیلیست شهر رامسر کانال ما رو حتما نگاه کنید. لایک، کامنت و حمایت فراموش نشه. امیدوارم که از این ولاگ لذت ببرید. با برنا رو باروچه مفت و
زیتون. زیتون پرورده. اینجا صنایع دستی داره میشه. هر چی فکر. به ترشیجات خسته نباش. بلغاریه. خسته نباش. گل سیر آره؟ ترشیه؟ ترشی گل سیره. این زیتون ها چند الان؟ 200 داریم؟ 170. آره 200. ترشی. دستتون رو زیتون پرورده. کیوی ترش، قیسی، آلوبالو. ترشی هم به گندربوز خیلی میشه خوشمزه است. مغازه خود تست ما رو دوست فروش داریم که بخوایم بگیم بار با بار تصویه آرمان بازار هفتگی در سیاست‌مدار شنبه و پنجشنبه برگزار میشه. در دو بخش جذاب. بخش اول رو دیدیم، بخش محصولات محلی صبح تا ظهر و بخش دیگه شامل سایر محصولات مثل میوه و تره‌بار،
خشکبار روشا هستش تا غروب ادامه داره. ادامه بازار اون سمت. خلوتی این بازار به خاطر سرد بودن و بارونی، همچنین اوج شلوغیش در تایم عصر. قیمت محصولات در این بازار به خاطر نزدیک بودن به روستا و بومی بودن بسیار مناسبه. قبلا هم 2 بلاک از این بازار در کانال قرار دادیم که در پلیلیست مربوط به شهر سیاهکل کانال میتونید پیداش کنید. شهر سیاهکل در همسایگی شهرهای لاهیجان، سنگر، آستانه اشرفیه، رودسر و رودبار قرار دارد. فاصله این شهر از مرکز استان یعنی شهر رشت از جاده سیاهکل به سنگر حدود 44 کیلومتر. این شهر از شهرهای هوای استان ایران است. جاده زیبای دیلمان جزئی از این شهرستان. خنکی و سرسبزی این جاده به همراه اشجار برنک سالانه مسافرها و بازدیدکننده‌های زیادی رو به سمت خودش جذب می‌کند. از جاهای دیدنی این شهر علاوه بر بازار محلی آبشار لونک میشه به آبشار باباولی، حمام تاریخی دیلمان، کاوانسرای زیبای تیتی در مسیر سیاهکل به دیلمان، قلعه گرمارو، قلعه پوترشاه، استخر پارک کاشوران، پناهگاه سنگی گیلارکش، خانه عزودی و چشمه‌های آب معدنیش اشاره کرد. بلاگ‌های زیادی از جاهای دیدنی گردش در شهر سیاهکل، همچنین رانندگی در جاده‌های مربوط به اون رو در کانال قرار دادیم که همگی اونها در پلیلیست شهرستان سیاهکل کانال ما موجود. لینک این پلیلیست رو براتون در قسمت توضیحات همین ویدیو قرار دادم. جاده زیبای سیاهکل به دیلمان یکی از زیباترین جاده ها در فصل بهار این زمستانه. بلاگ رانندگی در هر فصل این جاده زیبا در کانال وجود دارد. اگر به دیدن زیبایی‌های استان گیلان، جاهای بازارهای محلیش علاقه دارید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. خواهشاً کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن میریم برای کپی رایت ان شاء الله برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این بازار و این گردش تبلیغات در این آرسان خواهش می‌کنم. دیدیم بعد اخبار مونه هایی سمت میدون کم لباس محلی حالا نظرم نبید این رودخانه که جوارده این حاجه بچه بودیم اکادیگری میخوان هنوز هم بازارچه شناب خود اینجا خلوت تقریبا میرم بازار مای فروش ها اسم این صفارود بازار مای فروش ها. اینم صفارود
حالا که جوارده بیاد اینم این ویو اصلا نباشه آجی مای سفیده کولی کیلو چند آجی؟ کیلویی بکنه 300 تومان. این بی اشکاله این بی اشکاله کیا کولی ها؟ چیه کولیه با فصله الان ماهی خوراک نداره الان با فصل کولیه این بی اشکاله این بی اشکاله یه مای سفیده نره آره نام نره الان با فصل اونا ماده یه دونه ماده اصلا نباشه سفید دونه یک کیلویه دونه چند الان امروز؟ 300 تومن. این 300 حالا 350. بزرگات نره چند؟ بزرگا کیلویی هر چقدر میخوای کیلویی در میاد 600 کیلویی. امروز ارزونه ها آره مثل روزای قبل آخر سری دیگه مسافر کمه به قدم ارز. دستتون نبود اینم مایی اصلا آزاده این؟ آزاده؟ قزله؟ آزاد سالمون. چنده این بزرگ دونه؟ کیلویی در میاد 450. ولی خب دونش امروز 450 یا نه؟ نه اینا قیمتاشون تقریبا پرورش چیه؟ بین 400 اینا فنس دریایی تو دریا تو فنس نگه داریم. برای منظور که خودشون پرورش تو فنس تو دریا نگه می‌دارن. اینکه بگیم وحشی باشه نه اون وحشی‌ها آزاد نروژی نروژی تقریبا کیلویی 3800 تا 400 پول. ولی اینا گوشش خیلی لذیذ و خوشمزه است. دستتون نرم اینا فوتو پارک قزل تفاله برون امروز از دریا اومده اصلا نباشه بازار ماهی آشانو میدونی در اینم بهاره اینم پرتقال تازه محلی Grazie.